سلام برابر، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم جدیدترین بازی‌های آفلاین موبایل رو بهتون معرفی کنیم. ممنون میشیم که چنل رو ساب کنید و زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم مطلع بشید. لایک و کامنت یادتون نره. بزن بریم سراغ این ویدیو. بازی اول دد سلز، یه بازی اکشن پلتفرمر دو بعدی هست. این بازی به خاطر گیم پلی چالش برانگیز و طراحی جذاب هنری و موسیقی و متن فوق‌العاده‌اش مورد تحسین منتقدان قرار گرفته. در دد سلز بازیکن‌ها در نقش یه موجود زنده شبیه سلول که از زندان فرار کرده قرار میگیرند و باید در محیطی پر از دشمن و تله زنده بمونند. در طول مسیر با بازهای مختلفی روبرو میشین که خیلی قویان و باید نابودشون کنید. اگه یه موبایل گیمر قدیمی هستین حتما بازی گیاهان علیه زامبیا رو میشناسین. حالا اومدیم با نسخه سوم این بازی یعنی Plants vs Zombies 3. توی این بازی یه حیات رو در اختیار شما قرار میدن که زامبیا میخوان از اون حیات عبور کنن و به خونه آقای کریزی دیو برسن. شما باید با استفاده از گیاهان جهش یافته که توی این حیات قرارشون میدین از این آقا محافظت کنین و همه زامبیا رو نابود کنید. بازی نسبت به نسخه‌های قبلیش فرق کرده. مراحل متنوع، گرافیک بهبود یافته و گیاهان جدید از جمله تغییرات این نسخه هستند. امیدوارم از تجربه این بازی لذت ببریم. بازی سوم نینجا آراشی 2. نینجا آراشی 2 یک بازی اکشن ماجراجویی پلتفرمر هست. داستان بازی از جای شروع میشه که آراشی نینجای بازی ما از زندان اوروچی فرار میکنه. اوروچی برای انتقام به سراغ خانواده‌اش میره و پسرش رو میدزده. حالا آراشی باید برای نجات پسرش با دشمنا و تله‌های زیادی که در طول مسیر قرار دارن مبارزه کنه و اوروچی رو شکست بده. گیم پلی این بازی بر اساس دویدن، پریدن و مبارزه با شمشیره. آراشی میتونه از دیوارا بالا بره، از روی موانع بپره و با استفاده از مهارت‌های نینجای خودش دشمنا رو شکست بده. این بازی دارای مراحل متنوع، گرافیک بهبود یافته نسبت به نسخه قبلیش و کنترل روان هستش. در نتیجه این بازی میتونه تجربه لذت بخش برای علاقه‌مندان این سبک بازی ها فراهم کنه. خب بریم سراغ بازی آخر یعنی بازی چهارم، دیزنی سپید استورم. یه بازی ماشینی و مسابقه‌ای کارتونیه. این بازی داره شخصیت‌های دیزنی و پیکساره که با ماشیناشون از مسیرهای مضمون دنیای فیلم‌ها و انیمیشن‌ها مسابقه میدن. بازی اسپید استورم دارای کرکترهای مثل سالیوان، میکی موس و باز لایتیر و کرکترهای متنوع دیگه هست که میتونید انتخابشون کنید و در مسیرهای خفن این بازی با ماشین‌های جذابش مسابقه بدید و لذت ببرید. این بازی رو به طرفدارای دیزنی و پیکسار یا کسایی که اهل ماشین بازی هستن پیشنهاد میکنم. خب ویدیوی امروز تموم شد. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. دوستان قبل اینکه این ویدیو تموم بشه بگم که متاسفانه اکثر این بازی ها گوشی های نسبتاً مدل بالا رو به متوسط لازم دارن، مخصوصا بازی اسپید استورم. دیگه سخنی نیستش. مخلصیم. خدا نگهدار.